سلام، عصر زمستونیتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی دو تا نکته رو می‌خواستم باهاتون در میون بذارم و نظرتون بپرسم. اولیش اینه که هنرمند گرافیتی، جامعه گرافیتی و کلا آرت گرافیتی به شکل کاملا مستقل داره تو ایران پلی میشه، یعنی جلو میره از سمت آرتیستا و خیلی ها مثل خود نوعی من هستن که زندگیشون و به حال بیزنسشون از این طریق داره جلو میره، یعنی زندگیشون رو دارن از این طریق تغذیه میکنن. اونه که خورده بیشتر تو بحث ماجرا هستن میدونن که تو فصل پاییز و زمستون خورده تراکنش سفارش‌ها و اوردرها میاد پایین و به حال آرتیست این فیلد یعنی گرافیتی مثل بقیه هنرها نیازمند اینه که تغذیه بشه و بتونه با عشق کارش رو جلو ببره و به حال با انگیزه باشه و بتونه انرژی بخشی بکنه، خودش رو شیر بکنه. حالا خدا رو شکر این قضیه های خورده داره بیشتر و بیشتر تو ایران جا میافته و آدم‌ها یاد گرفتن که از آرتیستای مورد علاقه شون حمایت بکنن تو هر فیلدی، حالا موزیک و هر چیز دیگه‌ای، ویژوال آرت یا هر چیز دیگه‌ای. و هنر گرافیتی هم خب قاعدتا از این قضیه مستثنا نیست. از همین رو من می‌خواستم یه استیکر پکی رو تدوین بکنم که شامل کارهای اخیر دیجیتال هم هستش و می‌خواستم این رو به حال دیزاینش بکنم، ترتیب اثرش بدم و پرینتش بکنم برای شما عزیزان. می‌خواستم بدونم چقدر پایه کارین که این استیکر پک رو داشته باشین و ازش حمایت بکنین. راجع به استیکر پک هم اینو بگم که فکر می‌کنم یه چیزی حدود 8 تا 9 تا آیتم باشه، شامل چند تا کالیگرافی، چند تا کاراکتر دیزاین و یه سری هند استایل و تو بهترین حالت کیفیتی خودش فکر می‌کنم وینیل و ضد خش و ضد آب باشه. و می‌خواستم بدونم که چقدر پایه کاری. اگر دوست دارین استیکر پک زودتر تدوین بشه و داشته باشینش توی باکس برام مشخص بکنید که ببینیم اگر آدمای زیادی دوست دارن استیکر پک رو داشته باشن و حمایت میکنن از این ماجرا، من تدوینش بکنم و زودتر به معرض فروش بذارمش. مرسی، دمتون گرم.